آقا بریم داشته باشیم ضبط یکی از ایونت های خفنو. بعد از اینکه رو لینک زدین روی ساین اپ میزنید، اینجا فقط ازتون یه دونه ایمیل میخواد. این تصویر رو میزنید، اون بالا 2 شکل همستر، از این پایین به ترتیب اونا رو انتخابشون میکنیم. بعد فقط ایمیل اینجا میزنید، ایمیل رو که زدید کانتینیو میزنید، یه دونه کد میاد به ایمیل شما. این کد رو میرید از تو ایمیلتون کپی میکنید، میارید اینجا پیستش میکنید و تمام. تبریک میگم، شما ثبت نامتون انجام شد. به همین راحتی بریم آموزش داشته باشیم. یه توتوریال اولش داره که این توتوریال رو بریم ببینیم که چیه. یه برای اینکه شما بخواید پیشرفت کنید باید یه امپراتوری ماینینگ بزنید. اولین مأموریت یه دونه رک باید بذاریم توی اتاق. حالا رک چیه؟ رک همون نگهدارنده ماینرهای شما میشه. خب پس یه دونه رک میذاریم تا جایزه این کوستشو بتونیم بگیریم. خب از اینجا این آچار رو میزنیم که بتونیم صفحمون رو ویرایش کنیم. از اینجا میتونیم اضافه کنیم رک رو، این پایین رک رو انتخاب میکنیم و به همین راحتی کلیمون میزنیم تا یه دونه ماینر اول رو به دست بیاریم. این از ماینر اول میگه که اول ماینر شما روی رک بذارید. خب حالا میگه place your miner in the room، میگه ماینرتون رو باید بذاریم. ادیتو میزنی، رو رک میزنی، اد ماینر رو انتخاب میکنی، از این پایین ماینر رو انتخاب میکنی و تمام. این هم اولین ماینری که ما گذاشتیم روی رک خودمون. این هم دومین ماینری که بهمون جایزه دادش. خب میگه حالا شما باید انتخاب کنید که قدرت هاتون به چه نحوی باشه. خب بازی اینجوریه که هر ماینر یه هش ریتی داره و اون هش ریت میشه پاور شما. میتونید این پاور رو از این قسمت رو هر ارز دیجیتالی که دوست دارید بذارید. پیشنهاد اینه که اصلا رو RLT اول بازی نذارید و همه قدرت خودتون رو بذارید توی ارزهای دیگه. حالا اول کار فقط ماینر بیت کوین داریم، بیت کوین رو انتخاب میکنیم و اینم از سومین مرحله و 5 تا USDT داد و 17 تا RLT و 70 تا هم یه قطعه بهمون دادش. حالا باید RLT رو بهمون میخواد یاد بده چجوری تبدیل کنید ارزهای دیگه‌تون رو به RLT که یکی از موارد مهم بازیه. خب این RLT رو باید تبدیل کنیم تا اون ماینر رو بگیریم. از این بالا روی کیف پولتون میزنید، از این قسمت میرید عدد 5 رو انتخاب میکنید تا چنج کنیم این 5 USDT رو که بهمون داده به RLT. 5 رو انتخاب میکنیم، بای توکن رو میزنیم و تمام. 5 تا RLT به موجودی شما اضافه شد و این ماینر هم دریافت میکنید. حالا میریم ببینیم که چجوری میشه ماینرها رو با هم یه ترکیب کرد که یکی از نکات مهم بازیه. میگه این ماینر رو ترکیب کنید تا این ماینر رو جایزه بگیرید. از قسمت بالا مرج میبینید روی این ماینر میزنیم، همونجوری که میبینید 2 تا از این ماینر داریم با یه سری قطعه ای که میخواد. این هم ترکیب میکنیم و این هم جایزه بعدی. خب بریم ببینیم که میگه که بعد بازار بریم ماینر بخریم. حالا خب میگه که هزینه کنید 5 تا RLT استور. میریم توی استور و اینجا یه ماینر بهمون پیشنهاد داده، این ماینر هم میخریم تا بتونیم این کوست هم کامل کنیم. خب اینم از این یه دونه ماینر دیگه هم بهمون جایزه میده. You can earn با پلی. یه مینی گیم ها، اصل بازی تو این رول کوین مینی گیم هاست. این مینی گیم ها رو بازی میکنیم و بهمون سختی میده، جایزه میده و خود این بازی ها بهمون جایزه میده. حالا یه دست بریم این مینی کوین رو اضافه کنیم. خب این بازی که خیلی راحته، میگه 3 تا شبیه همه رو به هم دیگه وصل کن. 4 تا وصل کنی یه ستون یه ردیف میره. 5 تا اگه بتونیم به هم وصل کنیم همه اون
ارزی که اینجا تو این بازی داری انتخاب میکنی از بین میره. خب به همین راحتی هم این مینی گیم هم انجام دادیم. خب کلیم میکنیم ریواردو، این کوستش هم کامل میشه. خب یکی حالا آماده بازی هستید و این هم امپراتوری شما. اینا ایونتاشه، این ایونتاشو میزنی میره. خب این اتاق شما، روی رک بزنید تا ماینرهایی که داریم رو اضافه کنید. میبینید به شما ماینرهای بیشتری داده. این به خاطر همون ایونتیه که من کامل کردم و به خاطر کد ریفرالی که شما زدید این ایونت ها رو بهتون داده و میبینید ماینرهای خیلی خوبی هم داده بهتون. دونه دونه این ماینرها رو باید روی رکامون بچینیم و هر این الان این ماینر الان ماینر 8 تاییه، رک 8 تاییه. این ماینر رو کامل کنیم. این 4 تا ماینر اضافه شد. حالا ما نیاز به رک داریم. اون بالا میبینید ما RLT داریم، نیاز به رک داریم. میریم از مارکت پلیس بازی رک بخریم. از این بغل رک رو انتخاب میکنیم و یه سورت داره. ما از این سورت میتونیم انتخاب کنیم که این ایونت ها هی میاد اذیت میکنن. ما این سورت بازی میتونیم قیمت پایین به بالا رو انتخاب کنیم که ارزون ترین رک ها رو بهمون نشون بده. هر رکی میتونه یه بونوس هم به شما بده که بعدا تو ویدیوهای بعدی در این باره صحبت میکنیم. خب یه دونه رک فعلا بخریم، این رک رو خریداری کنیم. همین رک خوبه. این رک رو با 3% بونوس میگیریم و اضافهش میکنیم به صفحه اصلیمون. همونجوری که دیدیم ماینرهای زیادی داشتیم ولی رک نداشتیم. خب این رک هم میبریم اینجا تو صفحه اصلیمون. این هم داریم که پولیه ولش میکنیم، مثلا اینو رهاش کنید بره. این باید هزینه کنیم، پول ما اصلا نمیتونیم این تسکا رو بزنیم. خب اینجا اد میکنیم رکی که خریدیم و از این ناحیه. خب این میره توی صفحه اصلی. خب از اینجا پس توی صفحه اصلیتون این رک اضافه شده. خب همونجوری که میبینید توی این صفحه است. رو رک میزنیم، اد ماینر رو انتخاب میکنیم و 3 تا از این ماینرها رو توی این رک اضافه میکنیم تا پاور ما یا همون هش ریت ما بره بالا تا بتونیم درآمد بیشتری داشته باشیم. مثلا اصل بازی اینه که ماینرهای قوی تری بذارید رو رکاتون. خب حالا 3 تا ماینر دیگه داریم. بریم یه رک دیگه بخریم، یه بار دیگه مرور بشه چجوری میشه رک بخریم و چجوری ماینر رو میتونیم بخریم. بله خب از اینجا گفتم قیمت رو میذاریم به سمت پایین به بالا، رک رو انتخاب میکنیم، خرید انجام میدیم. اصلا نگران هیچی نباشید. اگر ویدیو سریعه ما اینا رو بارها و بارها دوباره توضیح میدیم. ویدیوهای جدید براتون میذارم، هر ایونت رو براتون توضیح میدم، مینی گیم ها رو توضیح میدم براتون. اصلا نگران نباشید. الان تنها چیزی که مهمه برای شما ثبت نام تو بازیه. خب ثبت نام کنید تا این ایونت تموم نشده. این ماینرهای صورتی رنگی که تو ایونت ها همین الان برای شما کامل شده تو ایونت پیشرفته و شما اینا رو دریافت کردید، اینا رو دریافت کنید و بذارید تو صفحه اصلی بازیتون. خب یه آموزش دیگه هم داریم، حتما مینی گیم ها رو آموزش میدیم بهتون، حتما همه ایونت ها رو بهتون آموزش میدیم. خب بفرمایید اینم 10 تا ماینر روی صفحه با 3 تا رک. به همین راحتی شما شروع کردید با پاور 28 PHS شروع کردید به ماین بیت کوین و کافی فقط یک روز بیاید در 24 ساعت اون باتری بالا رو شارژ کنید و تموم میشه. امیدوارم تو ویدیوهای بعدی هم همراه ما باشید. حتما کانال رو دنبال کنید تا درآمدهای خوبی کسب کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.